همیاران عزیز سلام علیکم. سحر مصفایی 23 آگوست سال 2025 قرار داریم در حول ایمان شهر دوشنبه در نزدیک درخت چهارمغزی فندق. این ما به خبر موندیم اما چهارمغزاش ریخت، پخته ریخت. پخته سمش ریخته شده است. مغزی به شما نشان دیم اونم بستگی بود. من چیندم بسیار بسته نه شده اینجا مونم چهارمغز فندق در زمین بسیار ریختگی بود. چیندن بچه ها خوردن شد. خلاصه گپ یک کیلو زیاد باریم چینده می نبینید. خیلی بومت بچینیم تگشه من نوروی دومتی هم من این فندق دونش رو بینید کلون کلون. این فندق تخمینا 7-8 ساله می باشد. 7-8 ساله می باشد. درخت امسال بسیار بست، خیلی بست. تگو همینو پر بود، در تگی برگ می بندد و من کرقتی بند خبردار نشدم که ریخته رفت. آره اینجا هم بود است چینده گیریم پشتاش پر بود. خلاصه گپ که این درخت فندق ما امسال همین 200 دانه آورده بودیم. 200 دانه آوردیم. خلق ما نفهمیدین چی بودنش رو خریداری نکرد. خیلی ما سوختیم لیکن کدامی نخرید خطاگی کرد از این فندق. حاضر میبینیم چقدر چهارمغز با خشک شود بعد ملایم تر می شود. بسم الله الرحمن الرحیم رو با دندان میشکنم من ببینید. من دونه هایش رو من شکستم. این مغز علاقه تیار. لیکن ماه دکبر یک دوستی ما از همین درخواست کرد و بر وقترک ما برای 5 گیکتر آوردیم در ناحیه عبدالرحمن جامی سابق کویبش 5 گیکتر و باغ کرد. و باغ کرد و برید چون که فهمید که این آینده دار است. فندق آینده دار است چون که در بازار رقیب ندارد. ما باغ فندق نداریم. کدام فندق کند اگر باغ و برد میکند. کدام فندق کند و برد میکند کیلوش ممکن 80 سوم باشد. من نرخ رو انیق نمیکنم دیگه. خریدار که هستم میدونم نه بازار از 100 سوم زیاد بگمونم 80 سوم که من گفتم یک لخت بفروشد. من با تکرار میکنم نرخم قیمت نمیکنم، نرخم انیق نمیکنم، تخمینا میگویم. این فندق است. شما میتوانید باغ‌های فندق زار کنید. علال خصوص با دومن کوه‌ها نقض می شود. برغرم علاقه 1 گیکتر 2 گیکتر کردگی هستند که تانه عشقتی میفروشند فندق رو در بازار و آدم‌های پخته میکنند این کار رو. انا هم دیاران عزیز این نوار اویدی چهارمغزی فندق بود. من به شما نشان دادم. یک از ساحه‌های سردرآمد میتواند شما از همین باغ کنید. حاضر با تگش رو میبینیم. ریختگیش رو میچینیم. انا ریختگی خیلی بسیار است تگش ریختگی. انا ریختگی هم دوران عزیز این بود نوار از درخت فندق. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. من هم خیلی فندق زارها آباد کنید.